سلام، وقتتون بخیر باشه. میخوام سریع بگم زیر یه دقیقه. با بچه‌ها صحبت از ارز ترجیحی بود. برای اونایی که نمیدونن، ارز ترجیحی ارزی بود ارزان‌تر از ارز بازار آزاد که به یه سری از افراد یا سازمان‌ها میدادن که یه دسته‌ای از اقلام اساسی ارزان‌تر بیاد و ما بتونیم ارزان‌تر بخریم. مثل نهادهای دامی که روی گوشت‌ها و تخم مرغ و اینا تاثیر داره، مثل روغن که تو خیلی از صنایع استفاده میشه. اینا گرون‌تر الان میاد، قطعاً از چند روز و چند ماه آینده تاثیراتشو می‌بینید گرون‌تر میشه. اصلا سبد معیشتی رو شارژ کردن به خاطر همین موضوع. به یه سری از کالاها تعلق نمیگیره، کالای الکترونیکی اینا اصلا با ارز آزاد میومد، زیاد فرقی نمیکرد. و اینکه حالا این سیاست اگر درست اجرا بشه ضررهای کمتری داره، چون که به نظر یه سری آسیب داره، یه سری موافق داره، یه سری مخالف که خیلی هم مصرن رو این قضیه. و اینکه نکتهش اینه که به یکی از دوستان که خیلی اصرار داشت در مورد اینکه اصلا مهم نیست چه کسی انتخاب بشه، انتخاب آدم درست خیلی مهمه. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. یا علی.